آیا کس میتونه تقدیر الله را تو بگی والله فلانی صاحب یک تعویض برای ما بده که ما خانیم بچه شو میگه تو بیار تو مرا قلم اله تو بیارم قلم خوش نامش چی است نامش فلانی نام ننهش چی است که مجاهد گفت که نام مادرش چی است بفهم که وقتی که در تعویض نام مادر را نشته کرد یکی از علامات جادویی نمی است که جادوگر به ضد قرآن برخورد میکنه. قرآن میگه که ادعوهم لآبائهم مردم به نام کی صدا کنین؟ پدرشون. جادوگر چی میکنه؟ به نام مادرش. یک کفرش صراحتا نمیشه. چرا نام پدرش را تعویض نشته نمیکنی؟ نام مادرش نشته میکنی؟ چون استاد تعویضگرای افغانستان یا سک هاست یا یهود است. در افغانستان تعویض کی رواج کرده؟ یا سک رواج کرده یا یهود. لکن این بیچاره که در این مسند شیشته به نام اولاد پیغمبر یا به نام عالم دین ای چون جاهل است عقیده را نمیفهمه همین گپ نمیفهمه که ادعوهم لآبائهم ای غیر مستقیم. خوب تقوا داره لکن علم نداره.